سلام علیکم، چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل موتوریتو. بچه ها توی این ویدیو قراره چیکار کنیم؟ همکنون در سراسر کشور سردی بر ما موتور سوارا دخول کرده و بچه ها هنو مریضیه مونده. عذرخواهی میکنم. خب بچه ها نکنید، قم خیلی سرده، همینطور که میدونم همه جای ایران الان سرده، قم هم خیلی خیلی سرده. و اینکه راه سرما برای موتور سوارا چیه؟ اینه که یه چیز سرشون باشه سردشون نشه. بعضیا چفیه می‌بندن، بعضیا ماسک موتور میگیرن، بعضیا مثلا برای دستشونه، برای دستکش میگیرن. و اینکه توی این ویدیو قراره چیکار کنیم؟ قراره بریم هم یه کلا کاسکت بگیریم، هم یه دونه دستکش که دستامون یخ نزنه. و اینکه بچه‌ها کلا کاسکت هم برای ویدیو گرفتن خیلی خوبه اگه هولدر موبایلم بهش بزنید. حالا ویدیو هولدر موبایلم میگیرم. آره دیگه بچه‌ها می‌خوایم بریم بگیریم. و اینکه دیگه اشغال دیگه میخوام تا تقریبا 2 تومن اینا هزینه کنم برای کلا کاسکت، برای دستکش هم 700 دیگه تهش 1 تومن، یعنی تهش رو هم 3.5 بشه. پس برو بریم. سلام، خسته نباش. کلا کاسکت چه قیمت داری؟ این فک متحرکا چه قیمته؟ این از 950 کدوم است؟ اینا؟ من اینا رو میخوام. 2800 میگه. اینا میگه 953 دم هم میرس. این 853 دم هم میرس. 2800 بخفام داره این چند؟ اینا یکیه. این 4 تا یکی. آره بزرش، ولی اینا خیلی محکم تر و بهتره تا اونا. نکن اینا قشنگ معلوم رو رنگه. یکی چیه؟ ها؟ برای چیه؟ اینا یکیه. این بدون فکتار میخوام. اینا فکتار اینا فک متحرک، اینا فک متحرک. چند سال داری میریم کردیم؟ سلام دستکش برای دست نداره موتور نداره اونا. ممنون. گفت تو شهر و موتور با استاد یه وازنامه گفت داشت بیرونه اینا حرفه‌ای شده. گرون بود. سلام، خسته نباش. کلا کاسکت چی داری؟ از چه قیمت ها هست تا چه قیمتی؟ 850 میشه یا نه؟ چی؟ برداری مشکله؟ ها؟ این فک متحرک این نیست. اجازه است سلام کنم؟ خوبه؟ این خوبه کنم نمرده. خوبه. با اینو برداری؟ یا لگه. نه باش.
بهتره که سفید داره. نه این مشک معطر رو برامون داره. چی معطر باشیم خوبه بهش باید دم بده. دستکشم دستکش اینا خیلی خوبه و جنسش با خوب باشه. اینا چه قیمته؟ 400. دستکشم اینه. دستکش های خوب اینا میده 450. این شد دستکش، اینو برمی دارم کلا کاسکت میشد. گفتم تا رو بردارم دیگه. بچه ها چطوره؟ دو 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 دو. بچه ها این کلاه گرفتم 1,100,000 خدایش خوش قیمت گرفتم. 3 میلیونی هم داشت ولی فقط فکش متحرک بود. این فکش متحرک نیست. ایشالله وقتی یه خورده خانواده هم بزرگتر شد من فک متحرک هم میگیرم. بچه ها اینم که یه دونه این دستکش ها رو موتوری هم گرفتم برای رضا. نمیدونم الان صدام داره میاد یا نه، خیلی دارم بلند حرف میزنم. اگه بلند حرف زدم ببخشید. آره بچه یه دونه این دستکش رو موتوری ها گرفتیم برای رضا. یه دونه هم این دستکش های دستی گرفتم واسه موتور خودم، واسه دست خودم. و اینکه بچه ها کولا رو داری خیلی خوشگله، خوشمان آمد. اینم تلق خیلی خوشگله میاد. بچه ها کلاه خیلی خوبه، خدایش خیلی گرم میکنه خیلی. تازه این زیرش هم چیز داره قشنگ دیگه بسته میشه. پرفکت. آقا دیگه بریم خونه، چیزای بیشترشو دیگه بهتون میگم. تا خونه فعلا خدافظ. خب بچه ها لحظه آنباکس میخوایم بریم اینشو بکنیم تا دیگه خداش. بذار صدا بچه اینم برچسبش بذاریم اینجا. و اینکه اینم تلقش، اینم تلق جیگرش خیلی خوشگله. خدایش 1,100 خوب گرفتیم. اونجا بهمون گفت 2,800 مثل همین بود و این تیریپش مثل 2,800 است. ولی خوشگله خیلی خوشگله. اینم نمای پشتش چیه؟ سابریناس. خیلی خوشگله. دیگه بقیهش خونه براتون میگیرم. خدافظ. سلام و درودی دوباره بچه ها. خب بچه ها من دیشب اومدم خونه و دیگه خوابیدم که صبح براتون ویدیو بگیرم. صبح شد و اینکه قشنگ بریم کلا کاسکت رو بهتون نشون بدم، دستکش رو نشون بدم، مشخصات رو بگم، همه چیز میزاش رو بگم دیگه. برو بریم بچه ها. نیا کنید این کلا کاسکت ماست. قشنگ رو کلیش رو نشون بدم. این از این مارک سابرینا، این از این از این برای کلا کاسکت و کلا اینه. بچه چیز توشم یه چرم خوبیه، البته چرم ابره، نمیدونم چیه جنسش ولی خدایش خوب و قشنگ گرم میکنه و هم نرفتم با موتور باش دور بزنم. احتمالا اینش هم وا کنم، خیلی زمخته اینش، اینو خوشم نمیاد زیاد. و اینکه بچه ها دستکشم اینه، دستکشش مارک خوبیه. بچه ها دستکش رو گرفتم فکر کنم 450، حالا بازم تو ویدیو هست یادم نی درست، 450 و اینم 1,100 که میشه رو هم دیگه چند میشه 1,550. 1,550 که ما 1,500 به یارو دادیم. اینا دستکشه که قشنگ گرم میکنه، دستکش مارکش خیلی خوبه. اینم موتورمون، اونم آقا رضا. برای آقا رضا هم دستکش گرفتیم، دستکشایی که اینجا رو میگیره، اون دستکشای موتور، ولی هنوز نبستیم رو آقا رضا دیگه. اینم از این کلا کاسکت رو گرفتیم دیگه. سرما مرما یختی اذیت نمیکنه سرما. اینکه بچه‌ها اینم رخ نهایی کلا کاسکتمون، اینم تلقش که اگه بره بالا این از توش
اینکه بچه خدایش خوب گرفتم. این کلا کاسکته بذار بیارم رو خودم دوربینو. بچه خدایش خوب گرفتم. این کلا کاسکتی که ما داریم، این کلا کاسکتی که ما داریم چیزه، مثلا رخش اینو 3 میلیونیاست. خب 3 میلیونیه، فقط فکش متحرک بود که من فک متحرکم نگرفتم دیگه. الکی بخوایم 2 میلیون دیگه هزینه کنیم، پول کجا بود؟ بخوایم 2 میلیون دیگه هزینه کنیم بریم فک متحرک بگیریم. اینو گرفتم 100 خوشگل ناناز خوب. خدای خیلی خوشگله. موها رو الان هم خواب پا شدم باید برم دم مغازه الان. آره بچه ها این خدایش خیلی خوبه. بعد دستکشم خیلی گرم میکنه. کلا کاسکت هم گرفتیم دیگه، باید بریم یه هولدر هم بگیریم بچسبونیم اینجا که برای فیلم برداری و فلان و بیسار اینا خیلی خوبه. اینم موتورمون. بچه ها شاید سوال باشه برای چی با کنم اصلا. ویدیوی بعدی 100% توی ویدیوهای کوتاه چنل رو سابسکرایب کن، لایک کن، کامنت بذار. حتما سابسکرایب کن که بتونی ویدیوها رو ببینی بعدی ها رو دیگه. منو گمم نکنی توی این شلوغی یوتیوب. بچه باکم خب اگه میبینید هنوز اینه باکه فعلا دیگه آماده است. قشنگ گذاشتم یه 2 هفته خوش شد باک. و اینکه دیگه باید کم کم ببندیمش روی موتور دیگه. ویدیو بعدی شورتمون 100% باکه، اینو بدونید 100% باکه. و دیگه بریم قاب بغلم برای موتور بگیریم. قاب بغل زرد میخوام بگیرم. میخواستم خودم رنگ کنم قاب بغله، ولی گفتم بذار برم بگیرم دیگه، قشنگ نو باشه قاب بغل، چون قاب بغله اونوریه شکسته یه خورده. خب بچه ها اینم رخش توی سرم، این ورش و پشتش. حالا این رخش تو سرمه، خیلی خوشگله. بچه ها خدایش من کلا کاسکت خیلی دوست دارم، جدی خیلی دوست دارم. اصلا یه رخ خیلی خفنی میده به خودت. به موتور رو ولش کن، به خودت رخ خیلی خفنی میده. ولی کلا کاسکت رو موتور هوندا 125 با این قیافه، البته با این قیافه زیاد درست نیست. پس چنلمون رو سابسکرایب کن. میخوایم بریم دنبال چیز کردن، دنبال اسپورت کردن این موتور و دیگه بریم براش لوازم بگیریم. بچه دارم پولامو جمع میکنم که تقریبا 20 میلیون لوازم میخوام براش بگیرم که دیگه این 20 میلیون رو براش بگیریم بریزیم روش و خواسترین موتور قمش کنیم اینو. و دیگه قرار خواسترین شه دیگه. این قبل و بعدشو عشق کنید باهاشو، عشق. آره دیگه اون موقع دیگه بچه ها فقط یه چیز میمونه، اینکه سابسکرایب کن. و اینکه بچه ها یکی که بیشترین کامنت رو برای من گذاشته باشه توی ویدیوها میگمش، که کسی که امروز میخوام بگم خانم نیلوفره که کامنتاش همه اینجا میاد. دمت گرم خانم نیلوفر، عشق منی، ممنون که کامنت گذاشتی. اگرم تو میخوای نفر بعدی باشی که توی ویدیوها میگمت، زیر تمام پستای من کامنت بذار. و اینکه دیگه عشق منی دیگه، چیزی نمیمونه. سابسکرایب، لایک و کامنت یادت نره. شش منی.